حق گفتن اونقدر سخت شده بی اندازه. نصف مردم ما به کمال تاسف کسایی که مسئولیت پیشتر دارن از ترس جان حق نمیگن. جنایت آمریکا را هر کس میگه، جنایت اسرائیل هر کس میگه، جنایت استعمار و تجسس حکومت کفری پلیت پاکستان هر کس میگه، اما تجسس و کفریات و شرکیات و ظلم و استبداد نظام طاغوتی ایران کسی نمیگه دور از ملت مسلمان. ببینین در آمریکا که مرکز کفر و شرک جهانی است و تمام کشورهای اسلامی از دست خبیث جهانی به تکلیف است، 12,000 مسجد جامع مسلمان است، اما در تهران کلیسای مسیحی هست، مساجد مسلمان های اهل سنت اجازه نیست. در افغانستان به هر کوچه میبینین که اینا یک تکیه خانه دارن و مثل حیوان بری خور زنجیر میزنن، بیرقای سیاه شرکی خود یا حسن یا مهدی یا علی هر جا نوشته میکنن. به محرم همون شیرا و نظر غیر الله حرام خود نجاستای خود خورده میرن. اما ملت دیندوست و مخلص و مؤدب افغانستان هیچ نوع مخالفتی چون اخلاق رسول الله صلی الله علیه و صحابه را دارن با اینا ندارن. اما شما ببینید نماز تراویح و اذان خفتن و صبح به لوسپیکر به صدای بلند در ایران برای مسلمان های اهل سنت اجازه نیست. در تمام نظام ایران 2 تا مسلمان اهل سنت اجازه کار کردن نداره. در نصاب پانتون ها یا هر کس پانتون بخونه از خود اهل سنت ایران باشه اجازه اسناد تعلیمی و تحصیلی رخص کردن نداره. قبر ابو لولوی مجوسی لعنت الله علیه که قاتل عمر رضی الله عنه بود، او را به کاشان واتیار کرده، سر قبر نوشته کرده حجت الله الاسلام شیخ الاسلام بالمسلمین نعوذ بالله. به اون روزی که ما روزه میگیریم خود ما روزه نمیگیریم، به اون روزی که عید میکنیم خود ما عید نمیکنیم. حتی همین شیعه‌گاکا و رافضیای بدبخت افغانستان هم متبع اونا هستند. به دسترخوان ما آب و نون میخورن، باز تقلید از اون نظام طاغوتی ایران میکنن و اینا منافقن. در حقیقت دروغن. پیش ما میشینن ما برادر شمانیم، شیعه و سنی نداره، چرا به یک روز عید نمیکنیم؟ چرا به یک روز روزه نمیگیریم؟ حتی شما وقت افطار ببینید مساجد افغانستان که اذان میده، مساجد اهل سنت به اون تایم اینا افطار نمیکنن چون وقت داخل نشده. چقدر ظلم و استبداد کردن. کلیسای مسیحی در اونجا هست، خب مساجد اهل سنت اجازه نیست. چرا؟ که اینا با مسیحیت محبت و ارتباط دارن، خب مسلمان ندارن. ریشه تعصب و ریشه کفر و شرک و الحاد بری مردم تعلیم میدن. چقدر جوانهای ما در کشور ایران شهید شد، قربانی شده، چقدر علمای حقگو دست از اینا به اسارت رفت. حتی در داخل افغانستان شما باور کنیم نصف علمای ربانی توسط افراد متجسس استخبارات پلیت و کثیف و کفری ایران به شهادت رسیده و عده‌ای هم بیچاره‌ها معاشخور کردن. دشمنای ابوبکر و عمر و عثمان و علی و دشمنان عایشه و معاویه هستند. اما همین حق گفتن امروز برای مسلمان های ما سخت شده. در هر کشور غیر اسلامی شما میبینید مسلمان ها آزادن برای عبادت خود، اما در ایران مقیدن به کمال تأسف. صدها عالم اینا به شهادت رسوندن، به زندان ها هلاک ساختن. الله جل شانه پیروان ابلیس هدایت کنه، اگه قابل هدایت نیست اینا محو نابود کنه.